ertaga uylanadigan bolalar. Tibqi ittiloi radioyi Ozodlik 16 avgust hokimi viloyati Andijon O'zbekiston Shuhrat Abdurahmonov ba munosabati 19 solagi dukhtari Xurdiyash yak bazmi badaxloqona va bohashamatro tashkil namud. Inchunin navori videoyi muvofiq az makoni jashin niz dar shabakahoyi ijtimoiy nashr shud. Dar marosimi ki nimai duyumi ro'z dar nazdi House dar sahni havli xonai shaxsiy raisi viloyati Andijon og'oz yoft va to begoh idoma yoft. Shumorai mehmonon az 30 nafar ziyod ishtirok doshtan. Ovozxon Munisa Rizayeva va digar hunarmandon ki maxsus az Toshkent da'vat shudan baroy mehmonon baromad kardan. Muvofiqi navori videoyi ki dar shabakahoyi ijtimoiy nashr shudast, در انجام زیافت منصبدار به دخترش نقلیات نوی تمغه روان گنتره که با ارزش 138 میلیون سوم یعنی 13500 دلار آمریکایی در سالن‌های اوز автосаноат نرخ‌گذاری شده است تحفه نمود. طبق معلومات وزارت مالیه برای سال 2019 در ازبکستان معاش یک وکیل خلق و سناتور 1,560,413 سوم تقریبا 150 دلار و معاش حاکم ولایت باشد 1,899,783 سوم را تقریبا 190 دلار را تشکیل می‌کند. نشر شوی نوار ویدیویی از بزمگاه در بین ساکنان اندیجان احساس خشم و غضب را به بار آورد. یادرس میکنیم که این اولین حادثه نشر ثبت‌های نوار ویدیویی که منصبداران والا مقام را بدنام میکنند نیست و این ثبت‌ها چون قاعده از جانب نمایندگان گویان جوانان طلایی ازبکستان یعنی فرزندان والا مقام نشر کرده می شوند. یادرس میکنیم که در سال 2019 نوارهای ویدیویی زیافتی که در آن آوازخوان معروف روس پالینا گاگارینا و دختر پرزیدنت میرزیویف شرکت ورزیدند در شبکه‌های اجتماعی پهن گردیده بود.